سلام عرض میکنم خدمت کسایی که این ویدیو رو مشاهده میکنن. من دکتر احمد نهجمی هستم. از طریق این ویدیو قصد دارم به شما بگم که در مورد ویروس کرونا، ویروسی که اخیراً جهان رو به وحشت انداخته، بنده یک سری تجربیاتی دارم که میتونه اساسی ترین ابزار دست این ویروس رو که قدرت نفوذ و سرعت نفوذش است و تحت تاثیر قرار بده و از قدرت و شدت و سرعت این نفوذ بکاهد. حسب وظیفه با مراکز صدا و سیما و بسیار از مراکز دیگه تماس گرفتم. من متاسفانه پاسخی دریافت نکردم که بتونم یک وقتی از این برنامه ها بگیرم و با مردم ارتباط برقرار کنم. و البته میدونم که شاید سوال شما این باشه که خب چرا اینجا نمیگید؟ عزیزان، من محقق آسیب‌های اجتماعی هم هستم. این موضوع برای من روشنه که اگر یک موضوعی هر چقدر هم مهم باشه، اگر در جای خودش و به صورت مناسب بیان نشه، نه تنها تأثیری نخواهد داشت بلکه مورد تمسخر هم واقع خواهد شد. بنابراین من معتقدم که در شبکه 2 صدا و سیما و یا در یکی از شبکه‌های پربیننده یا حتی در تلویزیون‌های خارج از کشور در حضور یک کارشناس دلایل علمی تأثیر این ماده رو که بنده میگم بیان کنم و اگر کارشناس در اونجا تونست منو محکوم کنه که هیچ، اگر نتونست که اون موقع برای کل مردم ثابت میشه که این روش تأثیر داره و میتونه تأثیر کنه. چون در شرایط فعلی ما وقتی این رو نداریم که یک دارویی رو که اعلام میکنیم، یک ماده‌ای رو که اعلام میکنیم بره و از مجاری قانونیش مثل FDA بررسی بشه و برگرده و تأثیر بخشی رو نشون بده، بنابراین لازمه حتی برای چند دقیقه هم شده در حضور کارشناسان واقعی این موضوع مطرح بشه. از من گلایه نداشته باشید که چرا این موضوع رو بیان نمی کنید به صورت ساده که مردم برن استفاده بکنن، چون اگر ضرری ناشی از یک موضوع دیگه‌ای متوجه یک فردی باشه، بعدا این فرد میتونه از من شکایت کنه که شما تو فضای مجازی این رو گفتید و کسی هم نبود که ثابت کنه و من این کار را کردم و مبتلا به چیزی شدم که اون چیز الان به من ضرر زده و این ادعای بکنه. بنابراین به این دلیل هست که من میگم و ادعا دارم که در حضور یک کارشناسی باشه که بعداً من دچار مشکل هم نشم و همونجا کارشناسان اگر این موضوع قابل رد کردن از رد کنن و اگر قابل تایید است تایید کنن. یعنی هر موضوعی رو نمیشه منتشر کرد و گفت. از طریق این ویدیو من از همه تلویزیون‌های خارج از کشور، از کسایی که مدعی هستن که از مردم دفاع میکنن و جون مردم براشون مهمه، یا از تلویزیون‌های داخل کشور تقاضا میکنم این فرصت رو فراهم کنم تا من در خدمت مردم و عزیزان جوامع مختلف باشم و راهکار خودم رو ارائه بدم. ممنونم که توجه کردید.